دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید با فرارسیدن ماه رمضان میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبروند و بسیاری آنان نمی‌دانند وعده غذایی بعدیشان را از کجا تأمین کنند. این اداره ملل متحد روز یک شنبه 2 مارچ 12 هود با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که در حال حاضر 14.8 میلیون نفر در این کشور از ناامنی غذایی رنج میبرند. اوچا افزوده که 3.1 میلیون نفر در سراسر افغانستان در وضعیت اضطراری قرار دارند. این اداره ملل متحد همزمان با افزایش شمار نیازمندان به کمک‌های بشری از کاهش بودجه برای رسیدگی به آنان ابراز نگرانی کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است که به کمک‌های خود به مردم به افغانستان ادامه دهد. این در حالی است که به تازگی کمیته بین المللی صلیب سرخ از تشدید بحران بشری در افغانستان اظهار نگرانی کرده و خواستار ادامه کمک‌های بشر دوستانه جامعه جهانی به نیازمندان در این کشور شد. پیر گراهنبول رئیس عمومی این کمیته پس از سفر به افغانستان گفته است که وضعیت بشری در افغانستان به شدت وخیم باقی مانده و در حال حاضر میلیون ها افغان به کمک های بشری در آنجا نیاز دارند. این مقام کمیته بین المللی صلیب سرخ بر اهمیت اقدامات بشردوستانه بی‌طرفانه و مستقل به هدف رسیدگی به نیازهای جوامع در افغانستان تأکید کرده است.